مردهایی که عروس بازی میکنن و زندگی آباد خودشون را ویران میکنن. یعنی خطاب من به همون مردهای زیناکاری است که به دنبال زنهای فاحشه میگردن، به دنبال زنهای سبکپا میدون و برای اونها پول صرف میکنن، با اونها شیرین سخن هستن، با اونها رفتارهای خوب میکنن، ولی با همسر حلالی خودش در جنگ هسته، با مادر فرزندای خودش بدرفتاری میکنه، دشنامای فحش میکنه، عاقبت از زندگی آباد خودش محروم میشوه، زندگی آباد چه ویران میکنه. خطاب من به همین خیل مردهای زیناکاره. خوب گوش اندازه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر بر سر یکی از شما با میخ آهنین کوبیده شود، این براش آسانتره، یعنی عذابش آسانتر است از این که با زنی برسد که براش حلال نیست. شما تصور کنید که اگر با میخ آهنین در دست شما کوبیده شود چقدر دردناکه، اگر در سر شما کوبیده شود چقدر دردناکه. عذاب همین میخ کوبیدن بر سر آسانتر میگه از این که دستی تو با یک دستی زنی برسه که برات حلال نیسته، در نکاح تو نیسته. در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا کردن یاد نمیکنه، فقط دست با همو دست یک زنی برسه که براش حلال نیست. اگه زنا کردن اوسو بیسته، اگه زنا کی بکنه چقدر گناه وزنین است. سبحان الله، در لفظ آیت قرآن خداوند وعید سخت میکنه: ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا میفرماید. و شما به زنا نزدیک نشوید. یعنی هر چیزی که شما را به زنا نزدیک میکنه او چیزها را نکنید. از نظر کردن، چشمک زدن، دست به دست سلام کردن، صحبت کردن، این چیزها همه اینها شما را به زنا نزدیک میکنه و خداوند از همه این چیزها شما را منع میکنه. پریپیسکا کردن، صحبت های تلفنی کردن، همه اینها شما را به زنا نزدیک میکنه. برای چی؟ در دوام آیات میفرماید که انه کان فاحشه و ساء سبیلا. این زناکاری، زنا کردن کاری زشته، کاری بسیار بدی هسته و ساء سبیلا، و راه بدی هسته که عاقبتش جهنم هسته، آتش دوزخ سوزان هسته. ای کسی که زنا میکنی، آیا از این نمیترسی که خداوند در پیشگاهش تر قائم بکنه و در روز محشر تر در نزد این قدر خلائق شرمنده و رسواد بکنه و سرازیر تر به آتش جهنم بکشن؟ آیا از این نمیترسی؟ آیا شما زناکارها روز حساب و جزا را فراموش کرده؟ نگاه کنه که خیانت زن و شوهری، یعنی همسر داری، زنی حلالی داری ولی باز هم میره زنا میکنی. گناهش اگر سبک بشید، خداوند در قرآن عظیم الشان زناکاری که همسر داره و باز هم زنا میکنه او را سنگسار گفت، حکمی سنگسار داده گیای که باید که در تی سنگ ها باید کشته شود. سبحان الله، اینقدر گناه وزنینی هسته که خداوند میفرماید که زناکاری که همسر داره ولی باز هم میره و زنا میکنه باید که سنگسار کرده شود. شما خیال میکنه که امروزها در این مثلا دور زمان حکومت اسلامی نیست و سنگسار حدود خداوند جاری نمیشود و شما از عذاب الله شما خلاص میشوه؟ نه، این را بدونه که اگر در دنیا شما سنگسار نشیده به خاطر زناکاریتون، ولی در آخرت شما سنگسار میشوه. در آخرت سختترین عذاب بر سر شما میبیاد، بر سر همون زناکارها. و ایران فراموش نکنه ای زناکارها، ایران فراموش نکنه که همون زمانی که یک بلا و مصیبت سختی بر سر شما اومد، ایران بدونه که به سبب انمی زناکاری شما هسته. الله رب العالمین میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما میبیاید به سبب همون گناهایی است که شما انجامش میدید. وقتی که خداوند بلا و مصیبت در سرت میبیاره تا حیران نشو، تا ایرا بدون که
به سبب آن همین عروس بازی تای، به سبب آن همین زیناکاری تای، به سبب آن همون پنهانی رفته زینا کردن تای. از الله بترسه ای کسایی که زینا میکنه.